اینجا این کرکره با شفت و فنر کار میکرد، دستی بود. حالا ما اومدیم میخوایم یه موتور ساید تیونی روش نصب کنیم به این صورت. این شفت و فنرها رو یه دونه نبشی یا یه دونه آبدونی میذارن، یه دونه پیچ اینجا میبندن و این فنرها تحت فشاره. اینا فنرها تحت فشار کمک میکنه که این الان 5 تا داره، با حرکت دست بالا پایین میشه. یعنی در واقع اصل کار رو این فنرها انجام میدن که اگه یه دونه از این فنرها یا دو تاش بشکنه دیگه خیلی سخت بالا پایین میشه. هزینه تعویض یه دونه فنر هم خیلی زیاده، یعنی دو تاش اندازه پول یه موتور میگیره. کسی کاری نکن. یه وانشون مثلا خاطر بزن و اندازه که میخواد میکنه. دو تیکه کردیم، اینکه تقویتش کنیم اینجوری گره زدیم. اینجا زدیم اون جوش میدیم. این کارم تقریبا داره تموم میشه. ما اینجا لوله رو تیکه کرده بودیم، دو تا تیکه لوله روش اضافه کردیم که محکم کاری بشه. اینجا موتور نصب شده، ببین به اندازه سنگو کندیم، نه بیشتر نه کمتر. تمیز کار کن پسر. ببین این طرف هم گرانیت بر زدیم دقیقاً به اندازه‌ای که نیازه. برف داره میاد، دما منفی 20 درجه، اما کار تعطیل نمیشه. یه جوش هم اینجا میدیم که این شفته نیفته، این طول بیفته پایین. این قشنگ 4 تا پیچ محکم، جوشکاری محکم، مرتب، منظم. خب یه موتور هم نصب کردیم برای این کرکری به اصطلاح زنبوری. خیلی نرم کار کنه. زندگی ارزش نداره آقا، اینقدر به کمر و دست و پات فشار نیار. بیا این کرکرها رو برقی کنیم، برای یه دونه موتور ببندیم اینجوری راحت بالا پایین بشه. ببین یه دونه ریموت میزنی راحت، سخت نگیر. تمام. دوباره این نگاه میکنی.